بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی که کابل فتح شد، بعد از او فعالیت ما این بود که چطور بتانیم با نمایندگی های افغانستان در خارج کشور در تماس شویم. انفجار در ساحه تانک تیل دشت برچی کابل رخ داده است. ساکنان محل به افغانستان اینترنشنال گفتند انفجار در مقابل مارکت تجارتی بهار سراب رخ داده است. سید آل نهیان بر استحکام طالبان در کابل می‌گذرد. یک سالی که دنیا تغییر بسیاری کرده. چطور جایگاه افغانستان جدید در این دنیای تازه تعریف می‌شود؟ محمد حسن اخوان د نوموړي د روغتیا د پوښتنې فارسی زبان دوم اسلامه، زبان سلمان فارسی و امام اعظم ابو حنیفه، زبان امام بخاری، امام مسلم، بیدل و خیاسی جامی خیاب ببره. اگر تاریخ بشریت توانه اگر دنیاش و رستم ددبیان نام آرش کمانگیر و ابو مسلم خراسان را فراموش بکنه، شما هم بر خیال باطل خویش بمانید. محمد حسن اخوان د نوموړي د روغتیا د پوښتنې مننه وکړه او Allah diyelim kalpten pası